همه فکر میکنن آقا من دلم نمیخواست بیام، خدا چرا من آورد؟ خدا اختیار به تو داد، خودت خواستی، درخواست کردی. بدنت رو حتی انتخاب میکنی، جنسیتت رو، کجا به دنیا بیای، اسم چی، خودت انتخاب میکنی و میخوای و درخواست میکنی من میخوام بیام، نه به اختیار، فقط به درخواست حتی. ولی چون ما درکی از اون لحظات نداریم الان و سختیش همینه و اصلا اصل آزمایش اینجا همین فراموشی است. اگه فراموش نکنی که آزمایش صورت نمیگیره. این باشگاه مربی و رب در این باشگاه میگه کل سختیش اینه که یادت نباشه. اگه یادت باشه که دیگه تکلیفت مشخصه. بله. اگه یادت سختیش اینه که یادت بره و بگی آقا فقط با یه سری کلمات شفاهی از طرف من یکی میاد بهت میگه خوش دارم همینجوری اعتماد کنی. اصلا سختی کل مسئله اینه. من بهت میگم اعتماد میکنی؟ میگی نه. میگی همین کل سختی باشگاه همینه. میخوام ندونی و منطقی رفتار کنی، برو نبینی و با دانسته های منطقی گوش کنی، منطقی خوب باشه. یواش یواش خطم بهت میدم، نگران نباش. نوشتنی بهت کتاب میدم. آره. گفتنی آدم میفرستم باهات صحبت میکنه، میاد میگه هست، تو قبلا بودی بعدن هستی، توضیح میده. خوش دارم با توضیح، با منطق، نه با دیدار. اگه ببینم که خیلی مسئولیت سنگین. تجربه گر میره میاد بازم غیبت میکنه، خودش میگه خب دیگه وای